سلام، چطورید گاز؟ یه آموزش خفن برای شاتگان آوردم و یه اتشمنت خفن که هیچ کس سوالا بهت نگفته و وان شات 100% تضمینیه. نباید میگفتم، ولی الان ویدیو رو نگاه کنید و ببینید 4 نفر چجوری وان شات میشن. بچه برای اینکه شاتگانتون خوب بشه، اول اینکه این اتشمنتی که من میگم رو بچینید با باگی که جلوتر میگم، و اینکه بچه باید تنظیماتتون اوکی باشه. و مسئله بعدی سنستونه که من همه اینا رو میخوام بهتون آموزش بدم. توی پست‌های قبلی گفتم، پست‌های جدیدم قراره بیشتر بگم. فقط تنها کاری که باید انجام بدید تمرین کنید و این تنظیماتی که من میگم رو بشنید. ADS فایل رو بذارید روی آن یا پایینتر، ADS رو بذارید روی تپ اند هولد، خیلی بهتون کمک میکنه. اسلاید رو بذارید روی تپ، کمتر میشید. و اینو که همتون میدونید، always اسپرینت رو همیشه روی آن بذارید و روی استک. اتشمنت رو حتما این اتشمنت بشین، خیلی اتشمنت خفنیه، 100% تضمینیه. و اینکه بچه‌ها شکل ظاهری مازلش هم بذارید روی چوک. این پست رو بفرست برای دوستات تا اونا هم بدونن. دوستتون دارم، فعلا.